اوه بیایید ببینیم چه نوع کارتایی اینجا داریم. هی عزیزم 2 خط. آیا باردار هستید؟ منظورم اینه که امام خبر خیلی خوبی عزیزم. من فکر کنم باید به مامانم زنگ بزنم. قطعاً روزت رو میسازه. ایدا چی شده؟ من تو باشگاه زمین خوردم. اوه واقعا مهمم. امشب برای شام بیا اینجا. ببخشید اما ما از قبل برنامه داریم. من حامل هام. بعداً میبینمت. قشنگه. و تو به این نیاز خواهی داشت. پپه مونیکا. آره عالیه. ایس. اوه این عالیه. اینجا چیکار میکنی؟ همسر جوان اصرار کرد که بیایی. حالا میخواهم بگویم که چرا همه شما رو اینجا جمع کردم. آیا چیز مهمتری از اینکه منتظر بچه بودهایت وجود داره؟ فقط اینکه این بچه مال تو نیست. چی؟ این وقت مال کیه؟ اوه مال من.